رفیق این داستان رو گوش کن، خیلی قشنگ و آموزنده است. باباش وصیت کرده بود وقتی خواستید خاکم بکنید یه جفت جوراب پای من بکنید و بعد خاکم بکنید. لحظه تدفین بابا رسید. پسره گفت بابام وصیت کرده یه جوراب پاش بکنم و بعد خاکش کنم. عالم شهر اومد وسط گفت شرعاً ما مجوز همچین کاری نداریم و نمیتونی انجام بدی. گفت وصیت بابامه. تو همین حال و هوا مادرش رسید و یه دستنوشته از بابا بهش داد. دستنوشته رو باز کرد، دید نوشته پسرم من میدونستم که نمیشه جوراب پای من کرد، فقط خواستم یه پیغامی رو بهت برسونم. تو دنیایی که حتی یه جفت جورابم نمیشه با خودت ببری دل نبند. عالم همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که پس از تو چه باقی مانند؟ مهر است و محبت است و دیگر همه هیچ.